وقتی چند دقیقه برای کسی صبر میکنی یعنی بهش نیاز داری. وقتی چند ساعت صبر میکنی یعنی بهش اعتماد. چند هفته صبر میکنی یعنی رفاقت. ولی وقتی صبر میکنی در حالی که میدونی هیچ وقت نمیاد، این عشق توه. میگن هیچ وقت از کسی هیچ انتظاری نداشته باش، ولی حقیقت اینه که وقتی کسی رو واقعا دوست داری طبیعیه که یکم توجه و محبت ازش بخواد. هر کسی توی زندگیت میاد یه جوری توی مسیرت نقش داره، ولی قرار نیست همه بمونن. بعضیا فقط میان که یه چیزی بهت بده، یا یه برکت یا یه درس. توی این مسیر باید یاد بگیری که قدر لحظه ها و آدمایی که میان و میرن و بدون. بفهم که هر کسی یه دلیلی برای بودن توی زندگی داره. اونا شخصیت تو میسازن، بهت صبر و تحمل یاد میدن و آمادت میکنن برای رابطه عمیق‌تر و طولانی‌تر که قرار سر راهت قرار بگیرن.